در حوزه تطبیق لایحه نیروی برقی بحث چگونه خرج شدن سرمایه ها در ساختمان نیرگاه راغون در نشست خبری وزارت مالیه. وزیر تلاش کرد ثابت کند که خرج این مبلغ ها زیر نظارت جدی است. هر یک سومونی که در راغون مصرف می شود چند مرحله مفیدتر میگذرد. یکم خودی کارمندان و حجم کاری که انجام شدن به حساب میگیرند. اون نماینده فرمایشگر داریم، شرکت ترکتابل. این شرکت بین المللی هست. تمام کار و ساختمان و مبلغ گذاری انشاءات نظارت میبرد. همچنین گفته شده است که خرج سرمایه های همه ساله در مجلس سهامان نیز بررسی می شود، اما گزارش های آن هیچگاه رسانه نشدند. با وجود چنین نظارت که گفته می شود حتی بانک جهانی هم به آن شریک است، در گذشته جنجال های در اطراف پل راغون به میان آمده بود. از جمله سال 2017 معلوم شد که مقامات 170 میلیون سوم پل نیرگاه راغون را به شرکت ساخترسانی امید 88 قرض دادند. بعد بازداشت مالک این شرکت، مقامات گفتند که از حساب فروش اموال او یک بخش مبلغ‌های راغون برگردانده شد. سال 2020 آژانس ضد فساد تاجیکستان گزارش داد که در ساختمان نیرگاه راغون 124.5 میلیون سوم استفاده غیر مقصدناک مبلغ‌های بودجتی آشکار شده است. مقامات آن وقت رهبر یک از شرکت‌های ساختمانی را بازداشت کردند و گفتند مبلغ ضرر پورا برگردانده شده است. تصدیق درستی این معلومات دسترس نیست. همچنین مخالفان حکومت در اروپا بارها درست استفاده شدن سهمیه مردم را در بنیاد راغون زیر سوال بردند. مسئله دیگر به بالاروی ارزش ساختمان ربط دارد که از 3 میلیارد دلار سال 2008 تدریجاً به 6 میلیارد دلار رسید. معلوم نیست که این عدد آخرین باشد. وزیر مالیه اعلان عدد نهایی را به سالهای بعد واگذار کرد. مسئله ارزش نهایی انشاء همون وقت معین بشود که انشاء به انجام میرسد. شما من اقتصادچی هستم، شما کسبیت شما دیگر است. همین بالاروی ارزش نرخ سودجویی را کی بها داده میتوانست؟ یگان کس. وضع سیاسی را کی بها داده میتوانست که مثلا چنین حالت میشه؟ یگان نفر. کووید کی بها داده میتوانست؟ یگان نفر. امروز چالش‌ها خیلی زیادن. امروز ما خوب حالت‌های هستن که کسی پیش بینی کردن نمیتواند. شرکت آدیتوری بیکر تیلی تاجیکستان عضو شبکه بین المللی بیکر تیلی اینترنشنال وضع مالی راغون در سال 2024 را سنجیده است. تحقیق آن نشان داده است که سرمایه آیین نوموی راغون در قیاس به فهرست یگانه دولتی نزدیک 5 میلیارد سومانی کمتر است. شرکت گفته است که مأموریت ساختمان در این مورد دلیل‌های کافی پیشنهاد نکرده است. کمال‌الدین سراج‌الدینوف کارشناس ساحه انرژتیک که به بانک جهانی درباره ساختمان نیرگاه راغون مشورت می‌دهد گفت نظارت از بالای مبلغ‌های جدا شده از بودجه تاجیکستان باید سخت‌تر شود. از طرف بانک جهانی مبلغی که تکلیفات بین‌الخلقی می‌کند بانک جهانی می‌کنه اونجا به یگان مشکلی نیست و هم مثلا بسیار نظارت سخت می‌رسد. یکی درباره مبلغ‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان جدا می‌کند برای ساختمان سربند فقط. الان این باید شفافیت مستحکم‌تر کردن در قربت قیمت. تا کجا ناشفافی خراجات در ساختمان نیرگاه راغون به عقب افتادن کار آن تاثیر دارد روشن نیست، ولی این حالت باعث گمان و شبهه شده است. این هم دقیق نیست که ساختمان واقعا تا سال 2035 به انجام می‌رسد یا باز به درازا می‌کشد.